کردستان تابلوی زیبا از جنگل‌ها و دره‌های بی‌نظیر، مزارع و آب‌های خروشان، تپه‌ها و کوه‌های بلند به سان متانت و سخت کوشی مردمان غیور و مهربانش است و این تصویر ارمغان نگاه به گوشه گوشه این دیار است. مردمی خونگر، مهمان نواز و نودوست، اصیل ترین قوم ایرانی. کوههای زیبا و سر به فلک کشیده زاگرس، چشمه ها و رودخانه های خروشان و منابع خدادادی بیشمار در این جغرافیای بلند کردستان را به تصویر می کشند. کردستان میعادگاه هنر و احساس، سرزمین دف و عشق، یقین و عرفان، زندگی و زیبایی. دیار آواهای نجیب، سرزمین کوههای بلند، دشتهای سبز و مأمن و مأوای زنان و مردان پاک ایرانی. مردمان این سرزمین از شعر، دف و نی شور می آفرینند و در جستجوی خداوند پای می کوبند و دست می بخشند. اینجا کردستان است، دیار تاریخ و تمدن، سرزمین اسطوره‌ها و افسانه‌ها.